حکیم به ده سفر کرد. زنی که جذب سخنهای حکیم شده بود از او خواهش کرد که مهمان وی شود. حکیم پذیرفت و رهسپار به سوی خانه آن زن شد. کدخدای ده هراسان خود را به حکیم رسانید و گفت آن زن بیراه است، به خانه او نروید. حکیم فرمود یکی از دستانت را به من بده. کدخدا تعجب کرد و یکی از دستانش را به دست حکیم گذاشت. حکیم گفت اکنون قرصک بزن. حیرت کدخدا بیشتر شد و گفت هیچ کسی با یک دست قرصک زدن نمیتواند. آنگاه حکیم لبخند زد و گفت هیچ زنی نیز نمیتواند به تنهایی بیراه باشد مگر اینکه مردان ده نیز بیراه و فاسق باشند.